قبل از شروع ویدیو بریم یه هایلایت با هم ببینیم. Take me in slow, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. It's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. Let the darkness take control. Darkness take control. May the darkness take control. Take me in slow, breathe me in. سلام عشقای من، حالتون چطوره؟ من امید گیمینگم و خیلی خوش اومدید به ویدیوی امروز. بچه ها براتون یه مپ آلکاتراز آوردم از وارزون موبایل. خب میریم برای لند، کارو میکشه این بازی کن. بریم ببینیم کی اینجاست. یه شاتگان دستمونه. اولی رو میزنه، دومی رو میزنه. بابا باری کلا داشت دو بخوره تو کلت. داشت امید حلالت باشه. اینجا یارمون رو میبینید، یه لحظه بکردم اینمیه. داشت امید اصلا خاطی میکنه اینجا. سیسوقی داره خیلی ریلکس میاد پایین، آرامش کامل. یه نفر اینجا میبینید، دو نفرن. دو ببینم یه خشاب بریم پر کنیم، آرمورم بزنیم. کلا 3 تا تیر از شاتگانم مونده دیگه. ببینید ما این 3 تا چی کار میشه کرد. نیمار رو میبینید، لیز میخوره. نیمار بابا بود تو ببینم نیمار اینجا آنتن نده. آشامید حلاله باشه. خب اینجا دیگه کسی نیست. تیر شاتگانمون تموم شد و بریم سراغش. بود تو ببینم داشته میده بک میزنه این بازی کنم. سیسوقی دیگر رو میبینید. بله نه نمیزنه بایستا. آره فینچر عشان اسکین دید. این لیونل مسی بود، اسکین بات لیونل مسی. یعنی اکتیویژن تو به بات اسکین مسی میدی، بعد اون وقت به ما یه اسکین خوب نمیدی. لعنت سرویس. اکتیویژن ما انقدر هم به درد نخور نیستیم، ما رو دور ننداز. بله بازیکن به نشسته راه میره، صدا پا نده. دهن سرویس. سنجی رو داشت برمی داره، یه فینیشر هم میزنه.
باری کرده. خوب داداشمی حلالت باشه. بله جلو داشمی داخل میخوای لند کنی. آخه داشتیم ما داشمی دو دست کم گرفتن بچه ها. ماشین بچه ماشین هم میتونی سوارشی تو آلکاتراس وارد موبایل. اینجا یه لحظه خواستم گرافیک رو چک کنم دیدم نه واقعا اکتیویژن شاهکار کرده واقعا تو این بازی. حالا بازی قراره خیلی بهتر بشه. من یه ویدیو هم قراره راجع به آینده وارد موبایل براتون بسازم. فقط حمایت کنید دیگه، لایک کنید، انرژی بدید، هرچی آموزش دوست داشته باشید من میذارم. تنظیمات، سنسیویتی، فقط به لایک شما نیاز دارم. یه لایک بکوب گوشه ویدیو. این جلوتر دیگه بکنم به زون آخر داریم میرسیم بچه ها. میخوام بریم گان کاستومایز بکشیم. یه گرگ رو اینجا میبینیم خط داشمی رو گرفته. بابا بود تا ببینم بالاخره تونستیم یه گان کاستومایز بکشیم. جواب خیلی دیر میاد. این بچه چه گانه قشنگیه واقعا از ظاهرش خوشم میاد. ببینید بچه اینم ایمشه. دوغ بخوره بهت. واقعا گانه حقی حلالت باشه اکتیویژن. سلیقت و عشق است. ببینیم کسی دیگه هم هست. بچه ها همه اینجا دنبالی کیلن. بچه ها اصلا رحم نمی کنن. یک کیل دوزداری هم اینا بدایی داشتم اینا کیل بگیره دیگه نامردا. یکی بیاد دیگه. باز کارو مشاهده میکنید. آها یه نفر رو من نشونه گرفت. این صفحه زرد شد. این یعنی یه نفر رو تو نشونه گرفته. این هاش بود تا ببینم تمام میشه این بازی. بچه امیدوارم به هر آرزویی دارید برسید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا یه ویدیوی دیگه فعلا خدا نگهدارتون.